قسمت سوم سریال از یه هتل یخی شروع میشه. سلام دوست سریال باز من. خوش اومدی به کانال کافه سریال. اینجا یه شات سریال مهمون مایی. پس یه سریالمون نشه. این قسمت با یه فلشبک و بازگشت به گذشته شروع میشه. از جایی که کارول و هلن به توصیه یه ریتارد مشنگ اومدن لای کلی یخ و سرما شلکس کنن. کارول از این هتل متنفره، اما هلن که عاشق اینجور تجربه های تازه و عجیب غریبه میگه وا بده، حتی اگه این رابطه بدجور رو اعصابته. اینجا کات میشه و برمیگردیم به زمان حال. به هواپیمایی که کارول نشسته توش زوشا هم هست. اون نذاشته این لطیف الاندام خوشمشرب حیف و میل اون سیاه سیمپ شلتنبون بشه. این بار 2 خلبان کار کشته با 51619 ساعت پرواز، اونم با مهمترین هواپیماهای دنیا پشت رولن. این کار زوشاست. یادتونه که دفعه قبل کارول با خلبانی یه دختر فروشنده حال نکرده بود. کارول بی‌اعصاب هی زوشا رو میبره میاره و سوال پیچش میکنه تا لای اون 6 نفر سالم باقی مونده که ندیدشون یه آدم به درد بخور پیدا کنه. اما اون 6 نفر که اهل جاهای مختلف مثل ترکیه، اندونزی، یمن، ژاپن، پاراگوئه و لسوتو هستن، همشون یا مؤذن مسجدن یا شیرینی فروش یا ژیمناستیک کار یا انباردار و ماهیگیرن. به خصوص یکیشون که هنوز تصمیم نگرفته که چه کارشه، چون فقط 8 سالشه. پس بین اینا از دکتر مهندس و دانشمند خبری نیست تا کار کارول رو راه بندازه. اما کارول میخواد وقتی رسید خونه برنامه بچینه که اون انبارداره رو ببینه که زوشا مثل چت جی پی تی راههای مختلفی رو پیشنهاد میده، از جمله تماس فوری. بنابراین شماره رو میگیره و گوشی رو میده دست کارول. یارو انبارداره از اوناشه که خیلی جواب تلفن رو نمیده. اینو زوشا میگه. اما سماجت کارول به نتیجه میرسه. انبارداره گوشی رو بر میداره و کارول تا میاد دست و پا شکسته اسپانیایی بلغور کنه تلفن رو قطع میکنه. این تماس دوباره و چند باره تکرار میشه که بالاخره صدایی از اون طرف شنیده میشه و بعدش هم تق گوشی قطع. اما انگار یارو یه چیزی در مورد خواهرمادر کارول گفته که کارول رو اینجوری فلفلی کرده. این دفعه که زنگ میزنه و طرف گوشی رو بر میداره، کارول رگباری فاضلاب شهری رو خالی میکنه روشو به نیت قربتاً الالله گوشی رو تو دیوار خورد میکنه. به خونه که میرسن زوشا با اون ماکسی آبی رنگ و شاد با لبخند و لطافت همیشگیش جلوی ماشین آبی رنگش میسته و جوری با پس زمینه که یه آسمون یک دست آبیه ست میشه که دل آدمو میبره. جوری که آدم دوست داره یه دونه از این زوشاها داشته باشه. مخصوصاً که یه نسیم ملایم لباسشو به رقص در میاره و در هر شرایطی هم آروم و مهربونه. قبل از رفتن کارول زوشا یه بسته پستی و چند تا نامه بهش میده و میگه ما فکر میکنیم از چیزی که تو بسته است خیلی خوشت بیاد. تو خونه کارول بسته رو باز میکنه. یه دستگاه شل کننده عضلات و کاهش استرسه. پس میزنگه به زوشا و دربارش میپرسه. اونم میگه هدیه هلن به تو، چون تو آخرین تور کتابخونیت خیلی استرس داشتی و اونم اینو اینترنتی سفارش داده بود و میخواست به محض ورودت به خونه جشن بگیر و بده بهت. این دستگاه رو یه وقتی کارول توی یه فروشگاه دیده و چون قیمتش بالا بوده نخریده و گفته پولشو بزنیم به زخم و زیل زندگی. کارول واسه زوشا خط و نشون میکشه و میگه حاجی هلن مال منه، حق منه و دیگه حق نداری درباره هلنم چیزی بدونی و همین الانم خاطراتشو از ذهنت دیلیت کن، وگرنه خودم دیلیتت میکنم، میام تو آبگوش تیلیتت میکنم. فردا صبح یه پیکان جوانان گوجه‌ای جلوی خونه توقف میکنه و یه پرس چلو کباب کوبیده حاج مرشد چلویی با دوغ آبلی و ریحون اضافه میذاره پشت در و گود بای. کارول هم مثل همیشه میزنگه به زوشا قشنگه که این چیه. اونم میگه یادت فلان سال و فلان ماه و فلان روز رفته بودی نمایش اولدوز؟
بعدش یه غذایی خوردی که خیلی بهت چسبید، این همونه عشقم. کارول استورکا میتوپه بهش که از کجا میدونستی من چیزی تو خونه ندارم. اونم میگه ما میدونیم که الان توی یخچالت یه کاسه ماست خشکیده، یه شیشه رب همدانیانی کپک زده و 2 بطری دوغ گازدار و گاز دوغ داره. چون قبل از سفرت گفته بودی کنیز مشباغر بیاد 0 تا 100 خونتون رو آب و جارو کنه بره. کارول هم طبق معمول لج میکنه، غذا رو لب نزده روونه یه سطل آشغال میکنه و به همون گاز دوغ داره تو یخچال اکتفا. کارول سوار تک شاخش میشه و شخصا میگازه تا فروشگاه که دستش تو جیب خودش باشه و محتاج غیر نباشه. اما میخوره به در بسته، چون فروشگاه رو جارو کردن بردن واسه خدمات رسانی بهتر. این فلفل خانم باز میزنگه به زوشا که این چه غلطی بوده کردید. اونم میگه هرچی نیاز داری پیوی کن تا واسط بیاریم. فلفل خانم میگه شماها فقط ازم دور شید. من یه آدم مستقلم و به هیچ کدومتون نیاز ندارم. فقط فروشگاه خودم رو میخوام. پلک نزده یه لشکر از ارزاق عمومی و کمک‌های بشردوستانه میرسه و فروشگاه جانبشونو میکنن مثل روز اول. تازه بهش میگن اگه دیدی کم و کسری هست لب تر کن تا انبارش هم واسط پر کنیم. شب وقتی کارول داره بندری که درست کرده میزنه بر بدن و سریال مورد علاقش جمون رو میبینه، یهو برقا میره. اونم میپره تو بالکن و میبینه که تیکه تیکه یه برق هر منطقه از شهر داره قطع میشه. یهو با یه صحنه دلهره آوری از شهر مواجه میشه. همه جا در تاریکی مطلق فرو میره. اما چیزی نمیگذره و برق محله‌ای که اون توشه وصل میشه و همزمان تلفنم زنگ میخوره. زوشاست. میگه ببخشید اگه ناراحتت کردیم. قصد بدی نداشتیم. کارول میپرسه که چرا کل شهر رو تاریک کردید؟ اونم میگه دیگه به جز بیمارستان و مراکز حساس روشنایی لزومی نداره. چون دیگه هیچ جرمی اتفاق نمیفته. پس میتونیم صرفه جویی کنیم. بعدش میگه کارول جونم میشه بگی چه جوری میتونیم خوشحالت کنیم؟ اونم میگه با یه نارنجک خوشحالتر میشم، چون میتونم این هفته که به قول شما بهترین هفته در تاریخ بشریت رو پروندهش رو ببندم. چیزی نمیگذره که زوشا با یه نارنجک تو دستش پشت در خونه پیداش میشه. اون میگه ما حدس میزدیم که تیکه انداختی، اما باز گفتیم شاید واقعا نارنجک میخوای. کارولم دعوتش میکنه به یه نوشیدنی با منت. زوشا که مثل همه ویروسیا انگار تبدیل شده به یه هوش مصنوعی گویا، شروع میکنه به گفتن خواص نوشیدنی تا ریشه و کاربرد کلمه نوشیدن. کارول میگه جای این چرت و پرتا بگو ببینم چقدر وقت دارم تا منو مثل خودتون کنید. زوشا میگه به 2 قلوهای پات قسم نمیدونم. ممکنه 6 ماه، ممکنه چند سال. کارولم میگه مهم نیست. من که آخرش به فنا میرم. زوشا هم میفته به تأسف خوردن و میگه که این یه ضرورت زیستی واسه ماست و مجبوریم که تغییرت بدیم. کارول که از این منطق ویروسیا کفری شده به زوشا میگه پس چرا همش غلط زیادی میخوری و هر بار میگی دلتون میخواد که من خوشحال باشم و اختیارم دست خودم و هر چیزی رو که بخوام در اختیارم میذارید؟ این چه منطق لقیه که شماها دارید؟ زوشا هم با خونسردی و لبخند قند تو دل آب کنش میگه اگه ببینی یکی داره غرق میشه براش جلیقه نجات نمیندازی؟ کارولم که از این حرف خندش گرفته نارنجک رو بر میداره و زامنش رو میکشه و شروع میکنه باهاش بازی کردن و میگه همه چیتون مثل این نارنجک الکیه. فکر کردی با یه نارنجک فیک میتونی منو گول بزنی؟ که ناگهان زامن نارنجک در میره و میپره یه گوشه اتاق. اما کارول هنوز باورش نیست که واقعیه. زوشا با یه معذرت خواهی نارنجک رو ازش میگیره، از پنجره پرتش میکنه بیرون و خودش هم میپره رو کارول که محافظ جانش باشه و بعد چی میشه؟ یه انفجار مهیب اون پایین و بیرون از خونه. کارول میاد بیرون و میبینه که همه چی کن فیکون شده، از جمله وانت تکشاخ. تو این حال زوشا هم میاد. کارول میاد فاز طلبکاری برداره که زوشا طفل معصوم ولو میشه رو زمین.
اون بدجوری زخمی شده و خون از تن آبکش شدهش میزنه بیرون. ماجرا به بیمارستان ختم میشه چون به محض این انفجار ویروسیای دیگه میان کمک. تو بیمارستان به کارول میگن حال زوشا خوب میشه. اونم میگه چرا به هم یه نارنجک فیک ندادین؟ که جواب اینه چون خودت خواستی، ما برای خوشحال کردنت هر کاری که تو بخوای میکنی. کارولم میگه اگه بمب اتمم بخوام بهم میدید؟ که طرف بهش میگه هرچند خوشحال نمیشیم اما چون تو اینو میخوای بله، یه بمب اتم هم در اختیارت قرار میدیم. اگه از قسمت سوم سریال پولاریبوس لذت بردی و منتظر قسمت‌های بعدیشی، لایک کن، سابسکرایب یادت نره و توی کامنت بنویس که از کجای این قسمت بیشتر خوشت اومد. تا دیدن قسمت بعدی سریال به سبک کافه سریال، خدا نگهدار.